سومیه که ما آتن هستیم، همونطور که می‌بینید ویدیومون رو لایک بکنیم که ما هم انرژی داشته باشیم که ویدیومون رو ادامه بدیم و برای دوستاتون حتما بفرستیم. پس با ما همراه باشید. حالتون چطوره؟ امروز روز سومیه که ما آتن هستیم، همونطور که می‌بینید اکروپولیس هستیم، ما همراه باشید. خب دوستای خوبم، همونطور که داریم می‌بینیم و گفتم اول فیلم اومدیم اکروپولیس آتن. از نظر ظاهری یه تخت سنگ شیبداریه که چشم‌انداز اصلی آتن رو تشکیل میده. الان داریم میریم کم کم چشم‌انداز قشنگ شهر آتن رو از این بالا ببینیم. این بنا در 5 قرن پیش از میلاد مسیح ساخته شده. این اثر امروزه یکی از اصلی ترین بناهای میراث فرهنگی جهانه. اکروپولیس در زبان یونانی به معنی شهر مرتفع یا صخره مقدسه. این بنا 150 متر هم از دریا ارتفاع داره. حالا با هم دیگه میریم و قسمت‌های مختلف اکروپولیس رو با هم دیگه نگاه میکنیم. با ما همراه باشین. اگه ویدیو رو تا الان لایک نکردین لایک بکنین، سابسکرایب یادتون نره دوستان عزیزم و برای دوستا و رفیقاتونم بفرستین که با ما همراه باشن اونا هم. نوردا دارم میرم بالا. به این سن نرسیدیم ما مونده ببینیم و بیایم سفر وگرنه نمیتونیم دیگه بریم بالا. زیبایی رو بدیم اون بر سمت راست. He's getting the shoulder off. بچه‌ها اگه کانال رو سابسکرایب نکردین کانال آرمسیک ترافلز رو لطفا سابسکرایب بکنین که ویدیوهای عالی داره میاد بیرون و آماده باشین که ویدیوهای جدید رو همه رو ببینین و ویدیومون رو لایک بکنین که ما هم انرژی داشته باشیم که ویدیومون رو ادامه بدیم و برای دوستاتون هم حتما بفرستیم. پس با ما همراه باشین.
خب حالا که ویدیومون رو سابسکرایب کردین، لایک کردین و به ما انرژی دادین، دارم دروازه ورودی اکروپولیس رو بهتون نشون میدیم. این ورودی اکروپولیس قبلا ورودی شهر اصلی اکروپولیس بوده در سالهای همون 5 قرن پیش از میلاد مسیح و از اینجا وارد قسمت اصلی و ساختمان‌های دیگه اکروپولیس میشیم. که نزدیکتر که میریم میبینین که دارن ساختمان‌ها رو بازسازی میکنن، ولی هنوز اون زیبایی خودش رو دارین تماشا میکنین و داره نشون میده به ما. همونطور که دارین میبینین خیلی مردم مختلف و آدمای زیادی اومدن تا اکروپولیس رو ببینن. اگه اتن اومدین، یونان اومدین، حتما بیاین اکروپولیس رو ببینین، تماشا بکنین که واقعا ارزشش رو داره. همش یه موقع مال ایران بوده، همه رو از دستمون گرفتن، نتونستیم نگرش داریم، ولی اشکال نداره، میایم الان از نزدیک میبینیمش. سنگا رو نشون بده اینجا. بچه‌ها میایین
اتن میخواین بیاین اکروپولیس حتما یک کفش مناسب بپوشین، چون همش اینجا سنگ و کلوخه، نمیتونین راحت با صندل پیاده روی کنین. حتما باید کفش راحتی داشته باشین، یادتون نره. بلیتش هم آنلاین گرفتیم، نفری 40 یورو. نفری 40 یورو. آبم با خودت 100% بیاریم. آبم 100% با خودتون بیاریم. همین گفتم سر خوردی. هنوز خوبه کفتامون خوبه ما. لیزه. چون معلومه که خیلی رفت و آمد شده، صاف شده. چند هزار نفر میاد اینجا رو ببینه، راه میره به این سنگا. اون کوچیک اونه. حتما تقریبا یه 2 ساعتی رو وقت بذاریم برای اومدن به اکروپولیس، که تا میایین بالا و تا میایین کل این ساختمونا و ساختمونه قدیمی و جای پیاده روی داره و میرین و ویو رو ببینین، ویو شهر آتن از بالا ببینین. تقریبا 2 ساعت 2 ساعت و نیم احتیاج داریم. اگه تو روز تو هوای گرم اومدین حتما سعی کنین یا اوایل صبح بیان یا بعد از ساعت 4-5 به بعد بیان که هوا یکم خنک‌تر بشه، چون وسط روز خیلی خیلی گرم هستش این بالا و سعی کنین که بین روز نیاین، اول یا صبح یا بعد از ظهر حتما بیاین اینجا رو ببینین. از اینجا کم کم دیگه در خروجیشه و به طرف بیرون میریم. خب دوستان عزیزم، امیدوارم که تا الان همراه ما بودید و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و منتظریم که ویدیو رو سابسکرایب بکنین، آرمسی ترافلز لایک بکنین و برای دوستاتون هم حتما بفرستین، فراموش نشه که ویدیوهای خیلی زیادی از تو یونان داریم. منتظر بقیه ویدیوها باشید. خب همونطور که داریم میبینین از این قسمت پشتی، کوچه های پشتی اکروپولیس داریم میریم به طرف مرکز شهر اتن. اینجا هم خیلی جای دیدنی قشنگی داره، قسمت های قدیمی شهر هستش اینجا. از اینجا هم باز اکروپولیس از قسمت پایین دیده میشه و خیلی خیلی قشنگه. سفارت کشور اسپانیا اینجا وجود داره و خونه های و کلیساهای خیلی قدیمی. اینجا هم موزه اکروپولیس هستش.
اکروپولیس. یکم اینجا رو ببینید. این قشنگه این بالا. نفس است. دیده میشه؟ زیر پامون همش سنگای قدیمی شیشه کشیدن روش. دیده نمیشه. این هم یه قسمت از شهر قدیمی اتنه که زیر پامون دارین میبینین که روش الان این یکی شهر رو که الان راه میریم روش درست شده و شهر قدیمی رو نگه داشتن. ستونا و ساختمان جدید و موزه رو درست کردن که وقتی میرین داخل موزه میشین این شهر رو میتونین از قسمت پایین هم ببینین. الان بقیه ویدیو بهتون نشون میدیم که این شهر زیرزمینی رو میتونین بریم ببینین با این پله ها. و اومدین اتن حتما موزه اکروپولیس هم بیاین و اینجا رو هم ببینین که در شهر اتن قرار داره و یکی از بهترین موزه ها در دنیا به حساب بیاد. شیشه های خیلی بزرگ این موزه از جمله ویژگی های مثبت اون محسوب میشه و امکان دسترسی به چشم انداز بی‌نظیری از شهر باستانی اتن رو فراهم میکنه. حالا تو بقیه عکس‌ها میبینین این شیشه های خیلی بزرگ رو که میتونین ویو شهر و اکروپولیس رو از پشت این شیشه ها و داخل موزه اکروپولیس ببینین. این از قسمت پایین این شهره که داریم میبینیم. اینم داخل موزه اکروپولیس و اینم شیشه های به این بزرگی که قشنگ اکروپولیس رو میتونین از داخل موزه ببینین. حالا اینجا وارد شهر خود اتن شدیم، یعنی محله پلاکا. از اینجا دیگه کم کم محله پلاکا شروع میشه. آره. این کوچه پس کوچه ها و ساختمان های قشنگ و قدیمی رو که داریم میبینیم محله پلاکا هستش. محله پلاکا یک کوچه یا دو کوچه نیستش، قلب تاریخ آتن هستش و شامل چند کیلومتر خیابان های قدیمی و تو در تو و سنگ فرش شده هستش. یعنی این چند کیلومتر رو اصلا احساس نمی‌کنید چون اونقدر این کوچه ها و ساختمان های قدیمی و موزه های بیرون داره. یعنی همینجور ببینید مثلا اینو مثل موزه است، داخل موزه نیستش ولی بیرون شهر و میتونید قشنگ بدون اینکه پول بلیط بدین برین و این قسمت ها رو تماشا بکنید و این چند کیلومتر رو اونقدر زیباست که اصلا احساس نمی‌کنید که دارین چند کیلومتر را پیاده روی می‌کنید در شهر اتن. مغازه های زیبا، رستوران های خوب، فروشگاه های خیلی خوب و میتونین کلی سوغاتی و چیزای خوب از اینجا بخرین و توی رستوران ها بشینین و ببینین همینجوری غذاهای دریایی یا غذاهای اصیل یونانی رو بخورین. پلاکا درست زیر پای صخره اکروپولیس قرار داره. قدیمی ترین بخش شهر آتن هستش که در زمانهای باستانی مرکز شهر محسوب میشد. امروز جاییه که توریستا در اون آتن رو از قدیم تا به الان نظاره میکنن. در هر گوشه از این محله سورپرایزهای تازه‌ای در انتظار شماست. به هر طرف که نگاه میکنید تیکه‌ای از تاریخ رو میبینید. اینجا به خاطر کپی رایت نتونستم این موسیقی خیابونی رو براتون پخش بکنم، ولی یه قسمت از موسیقی رو گذاشتم و یه قسمت از رقص زیبای این زوج عزیز. Έξω στην αυλή κρύφα, κρύφα
اینجا بازم اومدیم یه قسمت از دیگه شهر آتن، قسمت محله پلاکا. تا چشم کار میکنه کلی رستوران های قشنگ تو کوچه پس کوچه های آتن وجود داره توی محله پلاکا که همشون هم بدون اینکه بترسین و بگین کیفیت غذا کیفیت نوشیدنیشون چطوره، میتونین همه جا هر جا که خواستین بشینین و یه نوشیدنی بخورین. همینجور که ما رو داریم میبینیم تو خیابون اصلی پلاکا نشستیم و نوشیدنی فراپه مخصوص آتن، قهوه‌ایه که این هم به همین صورت قهوه فراپه اونجا خوردیم و شما هم میتونین بیاین آتن و تو همین خیابون بشینین و لذت این ویو قشنگ رو ببرین و در کوچه ها و پس کوچه های آتن و در محله پلاکا پیاده روی بکنید. چون روی کوپایی قرار داره محله پلاکا، اون همینطور پله میخوره تا اون قسمت بالا میره. کلی رستوران ها و کافه های قشنگ. اینجا محله آنافیوتیکا هستش تو کوچه پس کوچه های پلاکا. یه قسمتش یه قسمت خیلی قشنگ و رنگی و خوشگله. ببینید دیوارهای سفید با در و پنجره های رنگی. اینجا هم میتونیم بریم پیاده روی بکنیم. خب اینم قهوه یونانی که همون قهوه ترک و قهوه ارمنی میشه، با جذبه آوردن. بریم آرمان بریزه واسمون. حرفه‌ای کار میکنی ها. به چه بویی. کاش میشد بوش هم واسه تون بفرستیم توی ویدیو بچه ها، ولی حیف که نمیشه. آرمان قهوه ریز. چی میریزه؟ دستت درد نکنه. بیای بشینیم با این ویو مردم و خیابون و محله قدیمی قهوه‌مون رو بخوریم. بچه اگه ویدیو قبلیمون رو ندیدین، ویدیو قبلیمونم ویدیو شماره 1 آتن هستش، اون رو اگه ندیدین برین حتما اونم ببینین، بعدن اینم ببینین و با ما همراه باشین در بقیه ویدیوها. اونم درختای توت معروف شهر آتن و لوکوماده که مثل بامیه توری ما میمونه که اینجا هم حتما برین. به این صورته و جلوی چشتون درست میکنن تر و تازه. بعد اینجا هم اومدیم به کوچه معروف لیدل کوک. همونطور که دارین میبینین با تزیینات کارتونی دیزنی، کارتونای دیزنی تزیین شده این کوچه لیدل کوک. کافه های مختلف داره، میتونین بشین قهوه و کیک های مختلف به صورت تزیینای کارتونی بخوریم. مثلا بچه ها خیلی خوششون میاد از اینجا. و اینجا یه کوچه خیلی کوتاهه ولی قشنگ تزیینش کردن. این امروز که ما اینجا بودیم با کارتون سفید برفی و 7 کوتوله دیزاین شده. اگه هالوئین بیاین با دیزاین هالوئین، کریسمس هم با دیزاینای کریسمسه که خیلی خیلی قشنگه اونم و هر دفعه با کارتون های مختلف دیزنیلند دیزاینش میکنن. الان با کارتون 7 کوتوله و سفید برفیه. کوچه لیدل کوک. خب دوستای خوبم کم کم داریم به آخر ویدیوی امروزمون میرسیم. بعد اینجا هم این قسمت دوم آتنمون بود. یه قسمت دیگه آتن داریم ولی بعد اون میریم جزیره، یکی از جزایر. ویدیوشو با ما همراه باشین، سابسکرایب بکنین ما رو که بتونین ویدیوهای دیگرم ببینین. میریم جزیره، دوباره برمیگردیم آتن.